سلام دوستای گلم، امیدوارم شاد و پر انرژی باشیم. با جلسه نهم آموزشمون در خدمتتون هستم. بچه این جلسه میخوام آی آموزش بدم. جلسه نهم هستیم. آی بزرگ، آی کوچیک، کپیتال آی، اسمال آی. حالا دیکتهش چجوری نوشته میشه بچه؟ یه خط صاف میکشیم، دو تا خط، یکی بالا یکی پایین، این میشه آی بزرگ. آی کوچیکم بچه ببینید یه خط میکشم، یه نقطه بالاش میذارم. این آی ما دو تا صدا داره، یکی خود آی هستش بچه ها و یکی هم صدای ای میده. پس اسمش چیه؟ آی. اسمش چیه؟ آی. صداش چیه؟ آی. صداش چیه؟ ای. صداش چیه؟ آی. صداش چیه؟ ای. پس بچه ها چی شد؟ آی بزرگ، آی کوچیک، کپیتال آی، اسمال آی. مثل چی بچه ها؟ مثل آیس کریم. مثل آیس کریم. آیس کریم یعنی چی؟ یعنی بستنی. عکسش رو براتون گذاشتم. آیس کریم یعنی بستنی. ببینید آی بزرگ، یه بار با آی بزرگ نمیشم، یه بار با آی کوچیک. آیس کریم. بعضی از حرفاش خوندیم بچه. مثل بیگ یعنی بزرگ. بیگ یعنی بزرگ. بیگ. ببینید آی بزرگ، آی کوچیک، آی بزرگ، آی کوچیک، بیگ. اینجا بچه صدای ای میده. صدای ای میده. اینجا آیس کریم صدای چی میداد؟ آی میداد. پس دو تا مثالش رو آوردم که خوب یاد بگیرین. پس آیس کریم صدای آی میده. آی بزرگ، آی کوچیک. بیگ صدای ای میده. آی بزرگ، آی کوچیک. اینجا صدای چی میده بچه؟ ای میده. پس یه بار دوره میکنیم. درس امروزمون چی بود؟ آی بزرگ، آی کوچیک، کپیتال آی، اسمال آی. دو تا صدا داشت گفتم. یکی صداش آی بود، یکی صداش ای بود. صدای آیش مثل چی بود؟ آیس کریم. آیس کریم بچه یعنی چی؟ بستنی. آی بزرگ، آی کوچیک. صدای بعدیش ای بود، مثل بیگ. آی بزرگ، بیگ، آی کوچیک. خب امروز هم بچه آموزشمون تموم شد. پس یه صفحه مشقاتون رو بنویسین، بر من بفرستین تا آموزش بعدی. بای بای.